سلام. ادامه کار جدول گذاریه و خواستم یه توضیح بدم. اینجا الان بتون مکر رو کار کردم. بتون مکر نباید دیگه توی 8 سانت بشه. ببینید الان یه تیکه کار شده، 100% ناظر میاد اینجا برای شما حتما یه دونه سانت میزنه. ببینید 10 سانت رو ما کار کردیم. یه مقدار رو این باید حواس باشه. فقط ایراد کار رو قبل از این که ناظر بیاد و مشاور بیاد و اینا، پیمانکار باید در بیاره که دیگه نیان حرف بزنن. ما که باید کار رو انجام بدیم، حداقل بتونیم درست انجام بدیم قبل این که بخوان بیان ایراد بگیرن. حالا ببینید اینجا رو، ما این ارتفاع جدولای ما 50 سانته. ما باید این 50 سانت 10 سانت باید کفش بتون بخوره، یعنی باید بمونه برای ما 40 سانت. الان اینجا 46 سانت 47 سانت ما مونده جدولمونه، یعنی اینا 6 سانت کمتر ریختن. قبل اینکه بخواد ناظر بیاد مشاور بیاد ایراد بگیره، اینا توسط خود پیمانکار اگه کنترل بشه، دیگه این ایرادای جزئی که باید انجام بشه، بیشتر هم بحث اینه که دیگه ما که باید انجام بدیم، حداقل کمتر بخوان ایراد بگیرن هی تو کار. این کار رو سعی کنیم خود پیمانکارا انشالله تو کار هی کنترل کنن که بعدها دیگه ایراد نگیرن. ایراد زیاد تو کار توسط کارفرما یا مشاور باعث بدبینی میشه. ما باید سعی کنیم تا جایی که میتونیم این بدبینیه رو کم کنیم دیگه. همتون رو دوست دارم. دعا میکنم که انشالله بهترین اتفاقا براتون بیفته. شما هم برای من دعا کنید.